به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، دیروز در کشور ما حادثه رخ داد که اون را میتوان به طور واضح و روشن غصب حاکمیت دولتی از طرف یک نفر و یک گروه دانست. پرزیدنت امامعلی رحمان با مانیپولاسیا و بازی کردن با قانونگذاری کشور و با استفاده از قدرت سیاسی، نظامی و مالی که در اختیار خود و خانواده دارد، دیروز پسر خود رستم امامعلی را نفر دوم کشور گرداند که این حادثه را جز غصب حاکمیت دولتی که طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و دیگر قانون‌های موجود همچون جنایت دولتی و همچون خیانت ملی میتوان گفت، اصلا نام دیگری هم نباید گذاشت. اصلا اگر ما به خود پدیده غصب حاکمیت دولتی نگاه کنیم، آن با شکل و نمودهای گوناگون صورت میگیرد که من نمیخوام در اینجا به طور مفصل از لحاظ حقوقی با آنها بها بدهیم، اما اگر در تاریخ خود دولتداری 30 سال اخیر ما تاجیکان نگاه کنیم، حداقل 4-5 حالت بسیار به طور آشکار غصب نمودن حاکمیت و 2-3 حالت به طور پوشیده غصب حاکمیت را داریم. غصب حاکمیت میتواند با راه تبادلات نظامی انجام شود، با راه تبادلات کنستیتوسیونی، با راه سابوتاژ اقتصادی یا مونوپول کردن اقتصاد، با راه مانیپولاسیا یا بازی کردن با قانون ها، با راه جاری کردن نپاتیزم یا خشتبارچگی و سوء استفاده از منصب. در طول 28 سال حاکمیتش پرزیدنت امامعلی رحمان حداقل از 5 یا 6 نمود غصب حاکمیت استفاده کرده است. کافی است که ما تحلیل کنیم حادثه‌های سالهای 92 را که چگونه رفتار شد و در سسیه خوجند که پرزیدنت عمل کننده وجود داشت، رحمان نبیوف، و با یک تبادلات کنستیتوسیونی او را از قدرت دور کردند و نه تنها از قدرت دور کردند، بعد او خودش هم در یکی از صحبت‌هاش اشاره کرد که زیر فشار عریضه استعفا را امضا کرده بود و از مصاحبه زوجه‌اش هم در آزیا پلوس بر علا مشخص است که بعداً او را برای این آنکه می‌ترسیدند که یگان وقت این سیر آشکار میکند نابود کردند و تبادلات کنستیتوسیونی در آنجا صورت گرفت. تبادلات نظامی هم در وقتی که با سلاح و مهمات ارتش‌های بیگانه با کمک نظامی اسلام کریم و پالکونیک کوچکوف وارد پایتخت تاجیکستان دوشنبه شدند و در اونجا تبادلات نظامی صورت گرفت. و ما میتوانیم حالتهای دیگر را هم مثال بیاریم با آنکه چگونه با راه مونوپول کردن اقتصاد تبادلات دولتی یا غصب حاکمیت اقتصادی در تاجیکستان صورت گرفت و اینک ما شاهد آن هستیم که یک نفر چگونه با استفاده از قدرت، منصب و مکانیزم های دیگر حاکمیت را خانوادگی کرد. از همه مهمش هموطنان عزیز، یک نکته خیلی مهم است که در تاجیکستان تبادلات کنستیتوسیونی هم رخ داد. تاجیکستان طبق قانون اساسیش نظام جمهوریوی دارد و جمهوری تاجیکستان باید یک دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی باشد و امروز امامعلی رحمان با این اقدام خود عملا تاجیکستان را از یک نظام ساخت جمهوریوی به یک نظام خانگری تبدیل داد. من حتی نظام شاهیگری هم نمیگم، چون نظام شاهیگری یک ویژگی خود را دارد که در آن شاه‌ها یا منرخ‌ها طبق عنعنه‌هایی که در این کشور هست از سلاله و یا که در اون سلاله که هست از یک نفر به نفر دیگر میگذرد و در اونجا قانون‌های معین هست، در اونجا عنعنه‌های دولتداری هست و یک شاه یا شاهزاده نمیتواند بیرون از اون عرف سیاسی که در کشور با وجود آمده است طول 100 سالها و هزار سالها بیرون برود. برای مثال در عربستان سعودی هم که یکی از نمودهای
بسیار آشکاری سلطنتی یا شاهیگری هست. حتی محمد ابن سلمان که اخیراً بر ضد دیگر اعضای خانواده رفتارهای کرد، اقدامهای کرد، اون نمیتواند نسبت دیگر اصیلزاده ها یا شاهزاده ها رفتاری را کند که بیرون از عرف قبول شده هست و اینچنین در بریتانیا، در دیگر کشورها هم. اما در تاجیکستان این قاعده و قانون شاهیگری هم نیست. در اونجا خانیگری را امام علی رحمان جاری کرد، مثل که حکومت ها که در زمان دیگر خانها مثل چنگیز خان، بطیر خان، اشتر خان یا ازبک خان فرزند و نبیره های چنگیز خان بودند، دقیقاً با همون اسلوب دارد پیش می رود و چقدر که چنگیز خان بین خود فرزندان خود و نبیرگان منطقه ها را تقسیم کرد، سمت های اساسی کشورداری را تقسیم کرده بود، امام علی رحمان هم که خود طبیعی است که اصالت شاهزادگی و حتی رهبری و اینا را ندارد، مثل که چنگیز خان نداشت، بعدی به سر قدرت رسیدن این کشور رو بین فرزندان خود، بین اهل خانواده تقسیم کرد و امروز میتوان گفت که یک تبادلات کنستیتوسیونی هم در تاجیکستان صورت گرفته است که ظاهرا نام جمهوری هنوز هم وجود دارد، ولی عملا اون تبدیل شده است به یک خانیگری که یک نفر توسط فرزندان و خویش و تبارش و قبیلهش کشور و ملت را اداره میکند. پس ما هموطنان عزیز با این تبادلات، سلسله تبادلات هایی که بیشتر از 15 سال باز در تاجیکستان قدم به قدم عملی می شوند، دیروز در یک زینه تقریبا آخری این غصب حاکمیت قرار گرفتیم و در روبروی یک واقعیت ایستادیم. شاید 10-15 سال پیش وقتی که بعضی از آگاهان ملت میگفتند که این قدم‌هایی که رحمانوف برداشته ایستاده است نهایتش همین روز است، یعنی تحکیم حاکمیت شخصی، خانوادگی کردن حاکمیت و خود را به حیث پیشوا یا خان یا یک رهبری که دیگر دستمارس است برای قانون و برای ملت میسازد. اما بعضی از شکاکان میگفتند که نه، شما از حد زیاد مبالغه میکنید. ما را میگفتند که شما چون اپوزیسیون هستید و مخالف هستید، همیشه در رفتارهای رهبری کشور با شک و تردید نگاه میکنید و دیگر ملت اجازت نخواهد داد. اون خودش هم تا این درجه به عقل احمق نیست و عصر 21 است، میداند که دولتداری معاصر چگونه است. حالا بعضی کارهایی که کرده ایستاده است این تنها به خاطر مستحکم کردن حکومت مرکزی است، تنها به خاطر آن هست که مدیریت کشور آسان تر شود. اما همین که تاجیکستان از جنگ بیرون شد، از این ما مرحله صلح را گذاشتیم، حتما اون طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان عمل خواهد کرد، طبق سازشنامه عمومی صلح عمل خواهد کرد، طبق فرهنگ معاصر دولتداری عمل خواهد کرد. اما امروز میبینیم که نه، واقعیت همون چیزی هست که آگاهان 10-15 سال پیش میگفتن. حالا نمیگم که ما میگفتیم، بلکه این حرفی تنها ما نیست، این حرفی بسیاری از آگاهان ملت است. دیگر میبینیم که نه کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان پیش راه ایشان را گرفت، نه سازشنامه صلح پیش راهش را گرفت که در آنجا خیلی آشکار و واضح گفته شده است که تنها یک دوره حق دارد و اون هم 7 سال. نه فرهنگ سیاسی پیش را گرفت و نه متاسفانه شرم و حیا. پس ما در مقابل یک واقعیت قرار گرفتیم که رحمان با اون حالا استوارانه، بدون ترس و هراس از کسی، نه از ملت، نه از قانون بین المللی و نه از خدا و از آخرت، دارد کارهای خود را انجام میدهد. اما این ما و شما ملتی عزیز هستیم که باید تصمیم خود را بگیریم، باید موقع خود را معین کنیم که ما در کجای کار قرار داریم. آیا ما این تبادلات و این جنایت دولتی و این خیانت ملی را مثل گذشته آرامانه قبول خواهیم کرد، هضم خواهیم کرد، یا نه میایم همچنین یک ملت آگاه و بیدار موقع میگیریم و حرف خود را میگوییم. من حق ندارم از نام همه ملت گپ زنم و هیچ کس هم این حق را ندارد. ما تنها حق داریم از نام برخی از ملت صحبت کنیم. شاید در ملت ما هستن کسانی هم که از این رفتی کارها فایده میبرند و جانبدار هم هستند، بخصوص کسانی که در قدرت هستند یا در اطراف قدرت.
هر چقدر که امام علی رحمان با خانوادهش در سر قدرت بماند طولانی‌تر و این کارها را دوام بدهد. اینها با دلیل تراشی، با سفید کردن و با آوردن همه گونه دلیل‌های با اساس و بی اساس تلاش میکنند این روند ادامه پیدا کند، چون یک منصبه که دارن، یک جای دارن یا خویش و تبارشون در مقام و منصب است و هستن کسانی که اصلا در مقام و منصب دارن، یک انسانی عادی هستند، اما طبیعتا این گونه انسان‌ها هم هستن که از اقدام همه گونه دیکتاتورها پشتیبانی میکنن. من باری گفته بودم و این روز هم تکرار میکنم که چنگیز خان هم در زمان خود طرفدار داشت، گیتلر هم داشت و امیر تیمورلنگ هم داشت و همه دیکتاتورها هم داشتن، استالین هم داشت و این روز هم طرفدار دارن. بنابراین همین اگر یک ایده از کمبغلان و قشاقان و کمبیزاعتان تاجیک هم که هیچ چیز ندارن اما میان از رحمانوف پشتیبانی میکنن، برای ما و شما باید جای تعجب نباشد. این طبیعت بشری است. و هستن کسانی هم که این را در ضمیر و وجدان خودشون قبول ندارن، میدونن که اینجا یک تبادلات دولتی صورت گرفته، این غصب حاکمیت است، این جنایت است و ملت ما رو به نابودی میکشاند، اما با دلیل‌های گوناگون میآیند یا خاموش میشینند یا سازش میکنند و تلاش میکنند که از این وضعیت باز به نفع خود کار هم انجام بدهند و تلاش میکنند که بیران با این غاصبان حاکمیت دولتی به یک شکل سازش کنند و ما به این دو گروه کار نداریم، چون وضعیت آنها را درک نمیکنیم یا شاید حق نداشته باشیم که نظری خود را به آنها تحمیل کنیم. بگذار آنها موقع خودشان را وابسته به وجدانشان، جهانبینیشان و فهمیش سیاسیشان قبول کنند. اما در اینجا دو گروه دیگر میماند از ملت، یک گروه دیگر که در داخل کشور هستند یا در یک شرایط دشوار هستند و آنها نمیتوانند به طور آشکار مخالفت کنند، اما با اشاره های، با حجو، با مقاله، با سوالگزاری های ما دیده ایستادیم و مشاهده میکنیم که موقع خود را بیان میکنند و این روند را، این جنایت را به چالش میکشند که من فکر میکنم این یک رفتار نسبتا درست هم هست برای کسانی که در یک حالت دشوار بخصوص در داخل تاجیکستان قرار دارند. اما برخی از ملت که این جنایت ها را با دلیل های گوناگون قبول نمی کنند، حتی چه در داخل تاجیکستان هم، چه در مهاجرت در روسیه و در کشورهای دیگر هستند و بخصوص آن گروه از هموطنان که در اروپا و در کشورهای قرار دارند در امریکا که حکومت تاجیکستان با آنها دسترسی ندارد، آنها در امن هستند، آزاد هستند تا فکر خود را بیان کنند. من فکر میکنم که این گروه وظیفه دارند و رسالت این گروه از آن عبارت است که بیایند در برابر این جنایت دولتی و این خیانت ملی با هر شکل و وسیله که در اختیارشان هست بدون خشونت و بدون دست دادن به یک عملهای زورآوری و ناشایسته موقع خود را باید آشکار بیان کنند. دیگر وقتی آن نیست که ما این مسائل را از نگاه طرفدار حکومت، طرفدار اپوزیسیون یا بی‌طرف بودن بها بدهیم. اینجا یک جنایت صادر شده است، یک خیانت ملی صادر شده است که آینده دولت و ملت ما را شاید برای 10 ساله ها و 100 ساله ها معین کند اگر ما دست به اقدام نزنیم. اما اگر بیم دست به یک اقدام ملی و آگاهانه بزنیم، من مطمئنم که این وضعیت طولانی نخواهد بود و در آینده نزدیک یک تغییرات جدی یک تغییرات جدی در سیاست کشور رو خواهد داد. من دوستان عزیز میخواستم در اینجا یک نکته رو خیلی واضح و روشن بگم. بعضی از هموطنان ما که خیرخواه هستند هم نسبت تاجیکستان و هم نسبت ما شروع کردن به شکل نصیحت کردن و مشورت دادن به ما به دیگر قشرهای مردم که حالا بله این یک جنایت صادر شده است، متاسفانه یک گروه این حاکمیت رو غصب کردن، اما شما هم بیاید با این واقعیت سازش کنید و قبول کنید که دیگر این اتفاق افتاد و چرا مخالفت میکنید و خود را با این خانواده بخصوص با نفری که الان میگن که پسرش رستم امامعلی نفر دیوم شد و احتمال زیاد است که در انتخابات آینده و بعد 1 سال 2 سال رئیس جمهور هم شود اگر
روند حادثه به همین روال ادامه پیدا کنند. بهتر نیست که شما به جای این مخالفت بیایید به یک شکل سازش کنید و هم روند مصالحه ملی باز شود و هم از این تلاش کنید که یک استفاده برید. و اونها فکر میکنن که این موقع زیرکانه هست، موقع عملگرایانه هست و باید اپوزیسیون تاجیک هم بخصوص پیمان ملی تاجیکستان هم از این روش استفاده کند. من با وجود همه احترام با این دوستان که هم خیر ما را در نظر دارند و هم خیر ملت را گفتنی هستم که بیاید مسئله ها را همون طوری که هست بها گذاری کنیم. ما نباید دو مسئله را با هم آمیخته کنیم. یک چیز را اصول و ارزش ها میگن، یک چیز دیگر را واقع گرا بودن و عمل گرا بودن میگن. هیچگاه این دو چیز مخالف یکدیگر نیستند و نباید ما این دو را در مقابل همدیگر بگذاریم یا با هم آمیخته کنیم. برای مثال ما الان درباره آن نگفته ایستادیم که واقعیت ها را به نظر نمیگیریم. ما درباره آن گفته ایستادیم که در تاجیکستان یک تبادلات دولتی و یک غصب حاکمیت صورت گرفت که این آغاز شده بود از مرحله بعد از مراسای ملی و سازشنامه صلح و دیروز یک میخی نهایی به تابوت این سازشنامه و دموکراتی بودن تاجیکستان و اصلا به تابوت جمهوری بودن کشور ما زده شد و گپ در سر این میراد. یک مسئله ارزشی و مسئله اصولی هست. ما باید از نگاه ارزشی و اصولی بیاد این مسئله را همچون یک جنایت دولتی و یک خیانت ملی اعتراف کنیم. بعد از نگاه واقع بینانه رفتار کردن یا عملگرا بودن بیایم فکر کنیم اکنون با این واقعیت چگونه ما رفتار کنیم. من به شما یک مثال میارم. اگر خدای نکرده بالفرض فرزندی یکی از ما را راهزنها یا دزدها گروگان گرفتند و ما میدونیم که فرزندی ما در دست آنها گروگان است، میتواند کشته شود، میتواند اذیت شود. ما چیکار میکنیم؟ فقط به خاطر آنکه اون طرف دزد است، راهزن است، جنایتکار است، آیا ما واردی یک گفت و شنید یا یک همکاری با این گروه جنایتکار نمیشیم تا اینکه فرزندمون را از دست این جنایتکاران آزاد کنیم؟ حتما ما وارد این گفتگو و یک عملهای واقع بینانه میشویم تا اینکه فرزند را از این گروگاران دست گروگاران نجات بدهیم. اما به معنای آن نیست که ما این دزدها را، این راهزنها را دزد و راهزن و جنایتکار اعتراف نکنیم. نه، ما میگیم اینا دزدن، جنایتکارن، اما واقعیت همین است که باید با این وضعیت تعامل کرد، معامله کرد و این طفل را نجات داد. و اگر کسی بگوید که بعد از آن که شما وارد یک معامله با این گروه جنایتکار شدید باید که از دزد بودن آنها یا اعتراف جنایتکار بودن آنها دست بکشه، من اینجا میگم که نه، این دست کشیدن از اصول هست. ما نباید به خاطر رسیدن به یک هدف از ارزش‌ها دست بکشیم. حالا تاجیکستانی ما هم همین است و دوستانی که ما را نصیحت میکنن باید بدانند که اپوزیسیون تاجیک بخصوص پیمان ملی تاجیکستان هیچگاه از اقدام‌های عملگرایانه و واقع بینانه دست نکشیده است. ما میگیم که تاجیکستانی ما، ملت ما امروز گروگان یک گروه دزد و جنایتکار هست. اما واقعیت این است که همین گروه دزد و جنایتکار امروز حکومت هستند. دیپلمات ها با اینا مجبور هستند که سر و کار کنند، سازمان های بین المللی، کشورهای خارجه و حتی مردم تاجیکستان، ملت ما هم، حتی اپوزیسیون هم، چون ما دیگر یک حاکمیتی در تاجیکستان نداریم که با آن مراجعت کنیم. و این یک واقعیتی تلخ است، ولی با این واقعیت باید سازش کرد. همینه که الان امروز من صحبت کرده ایستادم درباره همین واقعیت، معنی آن را دارد که de facto من همین واقعیت را اعتراف کرده ایستادم که در تاجیکستان یک چنین حکومتی هست، اما دیوره این را قبول ندارم، چون این حاکمیت را از اولش غیر قانونی، غیر کنستیتوشنی میدونستم و امروز هم به این موقع خود هستم. همچنین که حکومت تاجیکستان امروز ما را غیر قانونی میداند، دیوره اعتراف ندارد، اما دی فاکتو ما را قبول دارد، همچنین یک واقعیت سیاسی، همچنین یک سوبیکت سیاسی قبول دارد. چرا؟ وقتی که میآید نامه می نویسد به اروپا که اینها را بسپارید به ما، وقتی که گیم پروکورورش، وزیرش، خود پرزیدنتش، وقتی که نهادهای دیگرش مجبور هستند که درباره ما بگویند، فعالیت کنند،
این معنی آن را دارد که دیفکتو اینها سوبیکت های سیاسی رو اعتراف دارند، میخواهند یا نمیخواهند. همین طور ما میخواهیم نمیخواهیم با این حکومت باید که کنار بیاییم که در تاجیکستان این هست. بنابراین دوستان عزیز، ما باید بین یک مسائل ارزشی و اصولی و بین واقعیت ها فرق بگذاریم، این دو را با هم آمیخته نکنیم و نگویند که الان که رستم امامعلی تنها یک روز دو روز شد به مقام دوم کشور رسید شروع نکنید تنقید این وضعیت را. ما حالا که درباره خود شخصیت رستم امامعلی صحبت نکردیم، اصلا من نمیشناسم این نفر را، تا به حال نه سخنرانیش رو شنیدم نه دیدم که کاری کرده است. حالا دوشنبه رو چند گولی هلندی رو آورد و شیناند و اگر همین نتیجه باشد این وظیفه رئیس شعبه زلنستروی شهر دوشنبه است، نه رئیس یک میر شهری. وظیفه یک میر شهر نیست. من میدونم که میر یک شهر چی وظیفه دارد، چی کارها رو باید انجام دهد، اما برای چند لبیگی و تملق‌کار این نتیجه کار هست. من این رو نتیجه حساب نمیکنم، اصلا نمیدونم که حالا او چی کار کرده است و چی کار کرده میتواند. صحبتی من درباره یک جنایت است، درباره یک روند طولانی غصب حاکمیت است. نکته دوم این است که خود رستم امامعلی باید بداند که شروع کارش در یک سیاست کلان دولتی و سطحی ملی از جنایت آغاز شد. یعنی اون شریک یا با اصطلاح روسی ساوچسنیک یک جنایت دولتی هست، یک خیانت ملی است که از طرف پدرش انجام شد و او این را باید بداند و ما هم باید بدانیم، ملت هم بداند. اما واقعیت این است که نفر دوم هست. ما با فعالیت شخصی رستم امامعلی بعد از آن بها خواهیم داد که او در روزمره در واقعیت چی کار خواهد کرد. همون طوری که ما میگفتیم که امامعلی رحمان از روز اولش در نتیجه یک تبادلات نظامی با کوشش خواجگان خارجیش سر قدرت آمده است، این را دیور این را همین گونه قبول میکنیم. اما وقتی که او حکومت بود، حکومت هست، لازم شد گفت و شنید شد، لازم شد با این کنار آمدیم، لازم شد معامله کردیم و این معنی ندارد که ما جنایتکار بودن پدر او را فراموش کردیم. و با خود رستم امامعلی هم دقیقاً همین کار خواهد بود و او بداند که با یک وسیله و راه جنایتکارانه سر قدرت آمده ایستاده است، اما مردم و ملت و اپوزیسیون بر رفتارهای شخصی او در اساس واقعیت ها رفتار خواهد کرد که او چی کار میکند با ملت، با مردم، با اگر در صورتی که در حاکمیت بماند چند مدته. چون ما در پیمان ملی به این نظر هستیم و من مطمئن هستم که اکثریت آگاهان ملت هم به این باور هستند که دیگر ملت باید در فکر آن باشد که هر چه زودتر پیش راه این قانونشکنی را بگیرد. خب مسئله از همه آخر و از نگاه من خیلی مهم، چی باید کرد؟ ملت چی کار باید کند؟ حکومت که کار خود را کرده ایستاده است، امامعلی رحمان کار خود را کرده ایستاده است، فرزندانش هم دارن از این خاموشی ملت، از این صلحجویی ما، از این جنگ پرهیزی ملت سوء استفاده کرده ایستادن. دیده ایستادن که جهان به کرونا ویروس مشغول است، جهان به مبارزه با تروریسم مشغول است، هیچ کس دیگر به تاجیکستان کاردار نیست، هیچ کس به سازشنامه صلح کاردار نیست و قدم به قدم کارهای خود را کرده ایستادند و من فکر میکنم که آنها برای رسیدن به اون هدفهای خودشون که هدف اصلیشون نگه داشتن قدرت و جمع‌آوری مالکیت است، درست رفتار کرده ایستادند. چون هدف آنها ساختن یک دولت معاصر زمانوی دموکراتی نبود و نیست. پس ما و شما ملت عزیز باید چیکار کنیم؟ سر این مسئله باید فکر کرد. من فکر میکنم که دیگر راهی تغییر وضعیت با از طریق انتخابات ها دیگر تمام شد. یعنی این راه را رحمان بست، دیگر نشان داد که با انتخابات در تاجیکستان کار دیگر کرده نمیشد. میماند یگانه راه این قیام ملی. شما هر چیزی که میخواید بگذارید، انقلاب، نمیدونم نهضت، خیزش، هر چی باشد، مهم که این یک قیام ملی هست. همون طوری که کاوه آهنگر با یک قیام ملی ضحاک را از قدرت نابود کرد، همون طوری که همه ملت ها در گذشته کردن در این روز هم کرده ایستادن وقتی میبینن که با راه انتخابات دیگر هیچ کار کرده نمیشد. اما در این مسئله باید همه ملت از
استفاده راه‌های خشونت آمیز و زورآوری باید پرهیز کنیم. وقتی ما قیام میگیم، این قیام یک اولا که آگاهی ملی هست، دیومش این آماده بودن به این روز هست و سومش وقتی که این بدانیم که وقتی این روز رسید ملت خودش دیگر با اون قیام رسید، مطمئن باشه دیگر اون روز را نه کبیری معین خواهد کرد، نه رحمانوف پیش راه آن را گرفته میتواند. اصلا اگر من امروز 10 مرتبه بگویم که مردم بخیزید در کوچه‌های دوشنبه، یگان کس نخواهد خیست. اگر اون روز فرا رسید، من هر روز هر ساعت زاره و توالا کنم که مردم به خیابان نریزید، مردم خودش به خیابان خواهد ریخت. نه من پیش راه این را گرفته میتوانم، نه رحمان. نه من میتوانم به زوری مردم را به قیام بخیزانم، نه کسی دیگر. پس ما و شما مردم عزیز، بخصوص آگاهان ملت، وظیفه‌مون امروز این است که باید مردم را از این قانونشکنی آگاه کنیم، این قیام مردمی را روز به روز ساعت به ساعت نزدیکتر کنیم و وظیفه مردم هم این است که به حرف کسانی که واقعا دلشون به ملت میسوزد، به کشور میسوزد و در فکر آینده ما و شما هستند گوش بدهند و منتظر آن ساعت باشند و اون ساعت که فرا رسید، من باور دارم که ملت خودش حرفش را خواهد زد و کارش را انجام خواهد داد. اما این گروه ها، این نفرانی که دست به قیام ملی میزنند، چگونه نفران خواهند بود؟ از نگاه قانونی، از نگاه حقوقی، آیا آنها یک کسانی خواهند بود که ضد حاکمیت، ضد رهبری دولت قیام کردند، جنایت کردند یا یگان قانونشکنی کردند؟ یا اینها مبارزان قهرمانان خواهند بود که پیش راه قانونشکنی، پیش راه تبادلات دولتی را از طرف یک نفر گرفتند و خواستند که قانونیت و عدالت در کشور و وطنشان عملی شود؟ یک بار بیاید این را بها بدهیم هموطنان عزیز. سال 1992 در تاجیکستان خوب یا بد حکومت مرکزی وجود داشت. در شهر دوشنبه حکومت مراسای ملی بود، وزیرها عمل میکردند، رهبری دولت وجود داشت و یک عده از هموطنان ما در منطقه های تاجیکستان به خلاصه آمدند که این حکومت مرکزی اشتباه کرده ایستاده است و شاید قانونها را ویران کرده ایستاده است و ناراضگی خود را بیان کردند. و ما دیدیم نتیجهش چی شد. یک عده از کشورهای خارجی آمدند این ناراضگی برخی از هموطنان ما را بخصوص در منطقه کلاب و شاید قسما در منطقه سغد امروزه استفاده کردند و آنها را از بین آنها چند جنایتکار را پیدا کردند، مثل سنگک سفروف و فیضلی سعیدوف و چند جنایتکار دیگر. با آنها سلاح دادند و آنها را ضد حکومت مرکزی در شهر دوشنبه در پایتخت بوده روانه کردند. و بعدا دیده چیکار کردن اینها؟ چرا جنایتکاران را انتخاب کردن؟ چون وظیفه اینها کشتن و ترساندن ملت بود و همون کاری را هم که کردن واقعا. و این عمل را نام گذاشتن برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی. از نگاه اونها حکومت مرکزی دوشنبه کنستیتوسیون تاجیکستان را ویران کرد، پامال کرد، اشتباه کرد و منم راضی هستم که یک اشتباهی بود و مشکلات این حکومت داشت و این عمل خود را نام گذاشتن برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی و امروز هیچ کدام ماشون آماده نیستند بگویند که ما علیه یک حکومتی که در پایتخت تاجیکستان عمل میکرد، وزارت ها داشت، رهبر داشت، از قانونیت بود، پارلمان بود، ما قیام نظامی کردیم و ما جنایتکار هستیم. و ببینید در اون شب روز دوستان عزیز تغییر حاکمیت از طریق انتخابات امکان داشت. چرا؟ هم انتخابات های پرزیدنتی که در اون رحمان نبیوف پیروز شد و من باور دارم که در انتخابات شفاف پیروز شده بود و هم انتخابات های پارلمانی شفافانه گذشتند. شما اگر این انتخابات ها شفاف نمی بود، همین خود امام علی رحمان در مقابل نماینده حکومت همچون یک دهقان بچه پیروز نمیشد. بازار صابر در فیض آباد ما در مقابل نماینده حکومت پیروز نمیشد. استاد حاجی اکبر تورجانزاده، استاد طاهر عبدالجبار و خود حیدر شریفوف از منطقه کلاب در مقابل نمایندگان حکومت پیروز نمیشدند. پس انتخابات های پارلمانی با شیوه دموکراتی برگزار بشد و انتخابات پرزیدنتی هم همون گروه ناراضی از رفتار و عملکرد حکومت مرکزی می توانستند
در انتخابات بعدی که شاید سال 93 یا 94 برگزار میشد حکومت رو تغییر بدین و خودشون بیان بارهای انتخابات سر حکومت. اما اونها منتظر نشدن، رفتن نزد خواجگان خارجیشون سلاح گرفتن و آمدن علیه پایتختشون، علیه حکومت مرکزی تبادلات نظامی را راه اندازی کردن. حالا من کار ندارم با اونهایی که چه جنایت کردن و چگونه رفتار کردن و امروز این عمل خود را چی بها میدهند. موضوع من اون کسانی هست که امروز با راه سلاح نه، با راه خشونت نه مثل آنها در سال 92، بلکه با راه‌های مصالحت آمیز میخواهند وضعیت را تغییر بدهند، قیام کنند. اینها بهای حقوقی بر رفتار اینها چگونه خواهد بود؟ شاید حکومت رحمانوف برخلاف اون بهادیه که به عملهای جنایتکارانه و مصالحانه خودشان میدهند، شاید این جوانان ملت را که میخواهند با راه مصالحت آمیز و تنها اعتراضها وضعیت را تغییر بدهند جنایتکار بنامند، زندانی کنند یا هر چیزی که دلشون میخواد. اما ما و شما ملت عزیز باید اینها را مبارز بدانیم، اینها را قهرمان بدانیم و از همه مهمش اینها را برقرار کننده ساخت کنستیتوسیونی و عدالت اجتماعی، عدالت سودی و قانونیت در تاجیکستان باید بحسابیم. چرا امام علی رحمان با حکومت امروزش کنستیتوسیون را پامال کردند، شکل جمهوریت تاجیکستان را به یک خانگری تبدیل دادند که این پامال کردن کنستیتوسیون و خیانت به ساخت کنستیتوسیونی هست و در اونجا نپوتیسم هست، یعنی خش و تبارچگی، در اینجا مناپولی اقتصادی هست، سبدهج اقتصادی هست، در اینجا تمامی شکل و نمودهای تبادلات دولتی، غصب حاکمیت وجود دارد. پس هر کسی که قیام کرد ضد این حکومت، هر کسی که مبارزه برد، باید بداند که نه جنایتکار است، نه تروریست است، نه اکستریمیست است. او یک مبارز وطن دوست، وطن پرست است که میخواهد با راههای مصالحت آمیز، با اعتراض این وضعیت را تغییر بدهد و این آزادی و عدالت را به ملت و وطنش به ارمغان بیاورد. من دوستان عزیز بار دیگر در آخر صحبتم در این قسمت اعلان میکنم که در تاجیکستان یک غصب حاکمیت دولتی صورت گرفت و باید که از این به بعد ملت ما دیوره یا از لحاظ حقوقی این را تبادلات دولتی بحسابد، اما دفاکتو باید که ما و شما دیگر مشورت کنیم که با این گروه جنایتکار و با این دزدان حاکمیت چگونه مناسبت کرد و چی باید کنیم. انشاءالله که در آینده نزدیک باز صحبت ها در این موضوع خواهد شد. من در اینجا قسمت اساسی صحبت خود را به انجام میرسانم و انشاءالله که به سوال های میگذاریم که از دوره گذشته باقی مانده بود و الان به من هم این سوال ها را دادند و انشاءالله که در خدمت شما دوستان عزیز هستم و در طول صحبت، دوام صحبت اگر با سوال های آمد تیم همراه ما انشاءالله به ما اونها را خواهند رساند. یکی از سوال هایی که از دوره گذشته مانده بود و ما فرصت نداشتیم با اون جواب بگیم این است که یک کاربر سوال داده است که در همه دنیا از ایران تا آمریکا شروع کرده و کشورهای دیگر زندانیان را به خاطر کرونا ویروس رخصت دادند. شما پیشنهاد کرده بودید آیا حکومت این کار انجام خواهد داد یا نه؟ اگر نه چرا؟ ما بله پیشنهاد کردیم و این کار رو دیگر کشورها کردند و من فکر دارم که این یک عملی می بود که به فایده خود حکومت هم انجام می شد. اما متاسفانه ما دیده ایستادیم که رفتارهای حکومتی ما نه تنها در مسئله زندانی ها یا در مسئله مخالفین بلکه حتی در این مسئله کرونا ویروس هم موافق با رفتارهای حکومت‌های منطقی نیست. ما و شما می‌بینیم که مثلا حکومت امریکا، حکومت ایران، حکومت ترکیه، حتی حکومت ازبکستان و روسیه و در اروپا چیکار کرده ایستادن حکومت‌ها. اما حکومت تاجیکستان منطق رفتارش دیگر است. منطق رفتارش با کره شمالی و با ترکمنستان نزدیک است که از این حکومت توقع آن را داشتن که حالا مثل دیگران رفتار میکند کمتر است. اما من موافقم با شما، بار دیگر باید این را درخواست کنیم، طلب کنیم که حکومت تاجیکستان بیاد مثل همه کشورهای منطقی رفتار کند و هم نه تنها زندانیان سیاسی را بلکه اکثر زندانیان را که امروز زندانهای ما پر شدن و حکومت مجبور است باز زندانهای نو بسازد اینها را رها کنند و
هم مشکل خودشان حل می شود و هم یک کاری از لحاظ انسانی خوب انجام خواهد شد. خب یک کاربر دیگر با نام زینب منصور و سوال فرستاده از طریق شبکه ها. ایشان سوالشان طولانی تر است. گفته است که سلام و درود خداوند بر شما. من یک جوان مهاجر تاجیک هستم، معلوماتم عالی است، ولی مانند هزاران دیگر در وطن مردم از پشت ریسک فرزندانم غریب شدم. میخوام به شما چند سوال دیم. حالا حکومتی بی‌شبهه به زمان حافظ اسد و کیم چین ار رسید. سوال همین است که سرنوشت ملت تاجیک اکنون چی می شود؟ معلوم که با رفتن حافظ اسد و پسرش بشار اسد می آید. من به آینده ملتم نگران نم. میخواهم فکرتون رو در این مسائل فهمم. پیشکی تشکر با جواب در پناه خداوندی کریم باشید. دوست عزیز زینب، بله ما هم همون نگرانی شما را داریم و من پیشتر هم گفتم که از آینده کشور نگران هستیم و چی باید کرد را الکی گفتم. ما باید که آماده باشیم، ما باید قدم به قدم برای اون قیام مردمی آماده شویم و خداوند که اون روز و ساعت را رسان همون همچون یک ملت آگاه رفتار کنیم، همون طوری که ملت های آگاه در گرجستان، در ارمنستان رفتار کردن، در کشورهای دیگر رفتار کردن و توانستن تقدیر ملتشون را از دست یک نفر، از دست یک خانواده بگیرن. اگر ما این کار رو نکنیم، بله شما درست میگید که ملت ما هم کشور ما هم با همون راه کره شمالی سوریه خواهد رفت که عاقبتش را میبینید. یا مثل سوریه یک جنگ تمام العیار میشود، یا مثل کره شمالی یک حکومت میشود که با رهبری یک کس، با سپاری یک کس ملت میخندد، با سپارش یک کس ملت گیره میکنه که ما و شما حتما این را نمیخواهیم. خب یک کاربر دیگر با نام انیس سعیدوف نوشته است شما همچون رهبر یک تشکیلات سیاسی که در داخل و خارج کشور هموطنان ما شما را گوش میکنند، آیا نمیشود یک حالت کرانتین یا به همان خانه‌نشینی دعوت کنید؟ ببینید هر روز سر و صداها بیشتر میشود و روزی نیست که در این جای آنجا با نشانه‌های مرگ کرونا ویروس وفات نکنند. این حادثه نشان می‌دهد که حکومت و وجود کرونا ویروس را در تاجیکستان پنهان می‌دارد. ما خیلی در تشویش هستیم. خواهشمندم به همین سوال من جواب دهید. قبلا سپاسگزارم. دوست گرامی انیس سعیدوف، بله من موافقم با شما که در تاجیکستان نشانه‌های کرونا ویروس الکی احساس می‌شود. این را هم رسانه‌ها گفته ایستادند و هر یک شهروند عادی که الکی یک کم و بیش از تیپ خبر دارد می‌داند که متاسفانه الکی در تاجیکستان ما کرونا ویروس هست. اگر یادتون باشد من در صحبت قبلی هم گفتم که چون اون وقتا فکت و رقم نداشتیم، اون وقتا کسی نمیدانست که واقعا در تاجیکستان این چیز هست. من هم شخصا دعوت کردم که بیاد به همون ورسیه حکومت اعتماد کنیم و اگرچه با شک و گمان هم باشد، چون من باور داشتم که حکومت منفی‌دار نیست که این کرونا ویروس رو پنهان کند، چون هنوز هم امید داشتم که حکومت ما یک حکومت منطقی است و با فایدهش است که بیاد اعتراف کند و مردم رو آگاه کند از این چیز. اما باز هم اون آخرین امیدی من از منطقی بودن این حکومت برباد رفت و میبینیم که دیگر هیچ امیدی به آن نماند و هنوز هم انکار کرده است که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. من حق ندارم، من وزیر تندرستی نیستم، من پرزیدنت تاجیکستان نیستم که حالت کرانتین اعلام کنم. حتی اگر بگویم که در تاجیکستان کرونا ویروس هست، باز میگن که شما پنیک میکنید و مردم رو با واهمه میاندازید. اما مردمی عزیز، ملتی عزیز، همونطوری که برادر هم میگوید، دیگر ما و شما بیاین تکیه به علم و فرهنگ و دانش و عقل خود کنیم، نه با اون چیزی که حکومت گفته ایستاده است، نه با اون چیزی که رحمانوف میگه. یعنی قبول کنیم با خودمون، بگذار حکومت بگه که کرونا ویروس نیست، اما نزد خودمون قبول کنیم که در تاجیکستان کرونا ویروس هست. به خاطر نجات فرزندان، به خاطر نجات اون پیرمردان و پیرزنان، کسانی که از 65 ساله بالا هستند، اونها را باید حفظ کرد. ما باید خودمون در همون نظام سم ایزولیت میگن، یعنی داوطلبانه رعایت کردن اون فاصله اجتماعی خودمون رو در آن جا بدهیم و تصور کنیم که در تاجیکستان حالا کرانتین اعلان شد، حالا حکومت هر چی دلش میخواد بکنه.
حکومت بخصوص پرزیدنت امامعلی رحمانوف این جسارت را ندارد که اعتراف کند، مثل که همه کشورهای دنیا کردند. این جسارت و اراده در اون نیست و این را باید قبول کنیم. ولی جسارت و اراده در خود ما هست. به خاطر جان خودمان، فرزندمان، ملتمان باید که این رژیم کرانتینی را برای خودمان دیگر رعایت کنیم. آخر دیده استیم که در ناحیه جبار اصلوف چی شد. حکومت میگه از پنیومونیا اینها به هلاکت رسیدند. بله، همین خودی کرونا ویروس به پنیومونیا میرساند. حکومت میگه از بیماری ایشیمیا اینا هلاک شدند. حکومت میگه از توبرکولوز هلاک شد. چگونه یک مدسستری که توبرکولوز داشته است در بیمارستان حق کار کردن دارد؟ چگونه اون کسی که کبابخانه داشت توبرکولوز داشته است بیاد کجا را نگاه کردید که اون در یک کبابخانه کار میکرده است و مردم دیگر را غذای زهرآلود میداده است، آلوده با ویروس توبرکولوز؟ شما کجا را نگاه میکنید؟ پس اینا همش دروغ هستند. یعنی عملا وقتی خود امامعلی رحمان به پوتین زنگ میزند، میرزیویف زنگ میزند، میگه به من کمک کنید، به توکایف زنگ میزند، نمیدونم به سازمان های بین المللی، عملا او اعتراف کرده است که در ما کرونا ویروس هست. وقتی میگه که روزهای دشوار در پیش است، اما این جرأت و جسارت رو ندارد بگوید که اعتراف کند که کرانتین اعلان کند یا به مردم بگوید. چرا؟ برای آنکه مردم از او سوال خواهند کرد که اگر امروز در تاجیکستان کرونا ویروس هست چگونه وارد شد که از روز 16 مارس سازمان جهانی بهداشت به شما آگاهی داد و شما تمام مرزها را بستید. یگان مهاجر تاجیک به وطن برگشتن نمیتواند، یگان پرواز خارجی نیست. پس این کرونا ویروس بعد از 15 مارس چگونه وارد تاجیکستان شد که امروز بعد یک ماه شما آن را اعتراف میکنید؟ پس معلوم میشد که این کرونا ویروس در تاجیکستان بود و شما از مردم پنهان کردید. از این چیز میترسد و این را نمیخواد اعتراف کند. اما ما و شما مردم عزیز که آگاه هستیم میدونیم. خب به خاطر فرزندان خودمان، خیش و تبار خودمان خواهش میکنم که دیگر قبول کنید که در تاجیکستان کرونا ویروس هست و مثل یک کشور ویروس زده و یک ملت آسیب زده رفتار کنیم. خب یک نفر دیگر با نام عبدالله سوال کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به فکر شما بعد از اینکه غصب حاکمیت شد، همون طوری که در نام اعلان نوشته شده بود، حال وزیران رحمان و علل خصوص عبیدالله چی میشد؟ دوستان گرامی، شما در غم این وزیران و منصبدارانی که هستند نباشید. حالشون هیچی نمیشد. اینها یک قسمشون خودشون این وضعیت را کمک کردند، با وجود آوردند، چون از این نفع میبرداشتند، فایده میبردند. یک قسم دیگرشون فریب خوردن و فکر میکردن که رحمانوف همون جوانمردی رو رعایت میکند. چون وقتی که ما با آنها میگفتیم که عاقبت همه شما بیرون خواهید شد، میگفتن که نه، ما که نمرده، ما هم در این برقرار کردن حاکمیت کنستیتوسیونی سهم داشته، ما هم فرانت خلقی بودیم، ما هم تلاش کردیم و اجازه نخواهیم داد که نسبت ما این کارها را کنند. اما دیده شدیم که دیگر این کارها را هم نسبت آنها کردند. اما چیکار میشد؟ اینها دیگر خودشون رو به نفقه گسیل میکنند و کردن البته چند نفر از پیسر و اعضای خانواده‌شان را سفیر و وکیل و وزیر و منصبک‌های میدهند و با همین راه اینها را آرام خواهند کرد. چون در دیگر اون منصبداران و مقامداران ما اون کسانی با گرده و جسور و با ناموس باقی نماند، مثل رحمتی محمد نظر صالحوف که تا آخر قبول نکرد، بالاخره به شهادت رساندنش. همچون جوانمرد گفت که من این روش را قبول ندارم. و چندین نفرایی که دیگر زندانی شدند و ما احوال اونها را دیدیم. این غم اینها را نخورید، اینها قبول خواهند کرد، راه دیگر ندارند، درون به درون حالا غم میخورن، عذاب میکشن، اما میگن خب دیگر از خیرس مویه، فرزندم وزیر است، سفیر هست یا جای دیگر کار میکند، پس بگذار خاموش باشم و این وضعیت رو تحمل کنم. ما و شما باید در فکر ملت باشیم. اینها رو فراموش کنید. اینها اگر مقابل ما نخیزند خیلی دولتی بزرگ است. حالا من میترسم که همینها که خودشان هم فریب خوردن، هم میدونن که در این جنایت به شکل شریک بودن، بجای آنکه بیان خودشان رو باز در نزد تاریخ سفید کنند، من میترسم که اگر روز فراد رسید و ملت قیام کرد، با بعضی از این منصبدارک ها حالا به هر دلیل باشد باز میان
یک بار دیگر علیه ملت رفتار خواهند کرد. اگر این کارو نکنند ما اینها را قهرمان خواهیم گفت. خب یک نفر با نام مهاجر سوال داده است که آیا اگر فرض کنیم که خدا نشان ندهد و به سبب اهمیت ندادن حکومت در پیشگیری کرونا ویروس در جمهوری انتشار گردد بر حکومت چه ضررها میرسد و اگر حکومت میداند که به او چنین ضررها میرسد پس چه سبب است که تماما اهمیت نمیدهد و آیا انتشار کرونا ویروس در وطن ما به کمبود غذا سبب می شود که مردم به شور بیایند و حکومت را چپگردان کنند؟ دعاگوی شما یک مهاجر. دوستی عزیزم مهاجر، من البته درباره کرونا ویروس گفتم که در این سوال اول که ما باید طرز رفتار کنیم که آن هست، اما من خواهش میکنم از هموطنان عزیز که به واهمه داده شدن لازم نیست. ببینید در این کشور اروپایی که همه اعتراف میکنن که کرونا ویروس هست، ما هر روز در کوچه و خیابان در خانه هامون زندگی عادی داریم، نه پانیک هست، نه کمبود غذا هست، نه کسی میرود برای یک ساله و 2 سالش ذخیره میکند و مردم زندگی عادی دارند و این را باید همچون یک واقعیت آرامانه قبول کرد و با پانیک داده شدن در کار نیست. اما با اون حرفای حکومت با خصوص پرزیدنت امامالله رحمان هم که پانیک رو با وجود میارد، با اون هم داده نشه. رحمان ما را متهم میکند با اون که ما پانیک میسازیم، در صورتی که خودش به مردم میگه که 2 ساله ذخیره کنید. 2 ساله ذخیره کردن یعنی چی؟ این همون پانیکه. یعنی به مردم میگه که شما رو بیارید به بازار، هر چی در بازار هست به همون مقدار بخرید که برای 2 سالتون لازم هست. این پانیک رو به وجود میارن. اما خدا را شکر که مردم ما در مقایسه با پرزیدنتش به مراتب با عقل‌تر هستند. یا با عقل‌تر هستند یا پول ندارن که حرف پرزیدنت را گوش کنن بروند از بازار برای 2 ساله ذخیره کنن. اصلا این رهبریت کشور ما تا اون حد از واقعیت دور رفته است که حتی نمیداند که مردم پول ندارن که برای 1 ماه ذخیره کنن، کجا رسد به 2 ساله. حتی نمیداند، تصور هم ندارد که اگر 2 ساله هم خرید پولم یافت او را در کجا ذخیره میکنند. این چند تن غله و نمیدونم کارتوشکا و پیاز اینها رو که در کدام یخدان که باز نپوسد و فاسد نشود. برای اینا رو فهمیدن باید عادی ترین سواد و دانش اقتصادی، جامعه شناسی و زندگی عادی رو تصور کرد. این بنده خدا اونقدر از واقعیت دور رفته است که دیگر حتی تصور نمیکنه که با این حرفش چقدر وضع اقتصادی و نرخ بازارها را به هم میزند. حالا من در وقت دیگر در جای دیگر در این باره با صحبت خواهم کرد. اما مسئله این است که دوستان گرامی، شما دیگر در فکر ضرر حکومت نباشید، در فکر خودتان باشید، کرانتین را رعایت کنید و همه ملت باید طرز رفتار کنند که با هم یک ارتباط اجتماعی داشته باشند. این زمان آمده است که از یکدیگر پشتیبانی شود، یکدیگر رو با صحبت‌های معنوی، با دلبرداری باید همون طوری که اروپایی‌ها کرده ایستادن باید دلبرداری کرد. بخصوص کسانی که کمترین امکانیت را دارند و در پیش ماه شریف رمضان هست، به مردم کم بضاعت نه به خاطر ریا و اون طوری که پرزیدنت میگه دیگر، نه، واقعا به خاطر خدا بیاد کمک کنید و بداند که هر کمکی که در ماه شریف رمضان به یک کم بضاعت در شب و روز کرانتینی کرده، این را خداوند خودش میداند که چند برابر به شما اجر بدهد. اما من همچون یک مسلمان، هم چون یک نفری که یک کمتر مطالعه دینی دارند، در سرچشمه ها بارها دیدم که در این گونه شب و روزها یک عملی ثواب چندین برابر بیشتر است از عملی ثوابی که در یک حالتی عادی کرده می شود. یک رکعت نماز همچنین ثوابش بیشتر است، یک روزه. من خواهش میکنم که ما مناسبتون در این روزها بیشتر به سمت معنویات برود، به سمت همدیگر فهمی برود و خودمون در فکر جان خودمون باشیم، نه در فکر اون که حکومت چیکار میکند. اما اینکه آیا مردم به شور میآید حکومت را چپه میکند، من فکر میکنم که اگر کرونا ویروس هم نمی بود، مطمئن باشید که دیر یا زود حکومت ما در مقابل یک موج اعتراضی، یک قیام قرار خواهد گرفت. این کرونا ویروس ممکن یک کمی سرعت را میتیزاند، اما اگر کرونا ویروس هم که نباشد، این قیام حتما خواهد آمد. یک نفر با نام احمد سوال کرده است که حالا هم صبر شما تمام شدنی نیست، هیچ کس نماند، آیا
فصل پژر را نمیدونید چیست، بیاید مرد میدان شوید. خلاصه مرگ و زندگی در پیش خداست. اگر میتوانی کاری کن وگرنه تاریخ شما را نمیبخشد. در اینجا اکتفا میکنیم، جوابش را انتظار. دوستی عزیزم احمد، من صبرم تمام نشده است و تمام شدنی هم نیست. من هنوزم با اون صبر هستم و کسی تلاش میکند میخواهد که مرا از صبر بیرون کند، پیش و پیش میگم که شاید زورش نرسد. از خداوند تمنا دارم که این صبر را هیچگاه از من نگیرد. اما هیچگاه صبر به معنای ترس نیست دوستی عزیزم، و اگر کسی مرا متهم به ترسویی کند، من آماده هستم که در این دنیا هم فردا پیش پروردگارم با او دعوا کنم که این حرفت واقعیت ندارد. من به همون مقدار ترس دارم که یک انسانی عادی دیگر دارد، نه کمتر و نه زیادتر. اما در مسائل سیاسی نه. اگر من ترس می داشتم، اون کارهایی که در تاجیکستان کردم و اون کارهایی که امروز کرده ایستادم نمی کردم. اما دوستی عزیزم، من نمیگویم که صبر را ما به افراد برسانیم. حتی در حالتی که باید دیگر صبر نکرد و عمل کرد، من طرفدار صبر دیگر نیستم. برای همین گفته ایستادم که ما باید قدم به قدم اون قیام مردمی را نزدیک کنیم، اون ساعت را نزدیک کنیم. اون ساعت که رسید دیگر جای صبر نیست، اون وقت جای عمل هست. اما من با اون شناختی که خودم دارم، خب بالاخره در این جامعه تاجیکستان تنها من نیستم، افراد آگاه خیلی زیاد هستند. ما مشورت میکنیم، میبینیم. ما به این نظر هستیم که الان ما در یک روندی نزدیک شوی به اون ساعت هستیم. اما نباید که حالا ما بگیم که دیگر صبر رو از دست دادیم، دست به کار بزنیم که این روندی واقعا هم لازمی را از دست بدیم. چون چند مرتبه بعضی با دعوت آن که باید انقلاب کرد، با بالای این موج اعتراضی آبی سرد ریخته شد و کارهای صورت گرفتن که پیش روی اون موج اعتراضی گرفته شد. این دفعه ما باید خیلی عاقلانه رفتار کنیم. انشالله من باور دارم که اگر اون روز فرا رسید، همه ما باید مردی میدان باشیم. منم باید مردی میدان باشم، شما هم دوستی عزیزم باید مردی میدان باشید. و واقعا من راضی هستم که دیگر مرگ و زندگی در دست خداست. اگر ما خودمون رو در قلعه هم بگیریم، اون مرگ دیر یا زود می آید. بنابراین دیگر جای ترس نیست و اون حیاتی باقی مانده که مانده است که معلوم نیست یک روز است، یک سال است، 10 سال است، 20 سال هست، ما باید دیگر در مبارزه برای خدا، برای ملت، برای وطن سپری کنیم. من میدونم که اگر این دفعه اشتباه کردیم، هممون از اون جمله مرا هم نه خدا میبخشد نه ملت میبخشد. دعا میکنیم که پروردگار برای اون کمبودی های گذشته همان ما را ببخشد و اگر اشتباهی کردیم در نزد ملت، امیدواریم که ملت با بزرگیش ما را خواهد بخشید. خب یک نفر دیگر با نام گلچبیکوف پرسید است که السلام علیکم استاد، آیا پسر امام علی مثل خودش خواهد بود یا اینکه تغییر انتظار شد؟ دوستی عزیزم گلچبیک باید انتظار بود. آنه که الکی در جنایت شریک شد دیگر در این شک نیست، اما رفتارش در زندگی در سیاست چگونه خواهد بود این را وقت نشان میدهد و ما و شما هم باید که از روی رفتارش بها بدهیم و حالا چیزی را گفتن بر وقت است. نفر با نام عمرجان محمد علی پرسیده است سلام، چند روز پیشتر در کشور آلمان 4 تاجیک با اتهام آنکه قصد داشتند عملی تروریستی انجام دهند بازداشت شدند. برخی آن را به هنیت ربط دادند، اما هنیت در این باره چیزی نگفت. آنها کی بودند و موقع هنیت درباره این عملی آنها چیست؟ آیا این عمل به جایگاه هنیت در اروپا تاثیر نمی‌رساند؟ دوستی عزیزم عمر جان، بله، من فکر میکنم وقتی آن رسیده است که ما در این باره موقع خود را بگیم. البته گفتیم در صحبت ها در رسانه ها، اما واقعا هم اون حادثه که شد و این حادثه اول نیست، چند پیشتر در همین آلمان پلیس چند از تاجیکان مهاجر را با گمان دست داشتن در گروه های افراطگرایی سال گذشته بود به فکرم در دوسلدورف حبس کرد و متاسفانه چند روز پیش این 4 نفر دیگر را حبس کردن. و شما درست میگید، این گونه حادثه را کسی درک میکند که در اروپا مهاجر هست و تاجیک هست و باز
به شکل به دین مبین اسلام ربط دارد. ما در اینجا باید بگیم که قاطعانه این را محکوم میکنیم، نه تنها این عملهای جنایتکارانه را، نه تنها این پیوستن به گروه های افراطگرایی را، بلکه تمام این عملهای مربوط به تروریسم و افراطگرایی را در سراسر جهان محکوم کردیم و محکوم خواهیم کرد. اما آن چیزی که رخ داد متاسفانه واقعا هم ضربه هم به تاجیکان زد، هم به مسلمان ها زد، هم به دین مبین اسلام زد و میزند در آینده هم. و چون که میگویند یک شعر هم بود که ابله از بام بیافتد گردن ما بشکند. یعنی یک چند ابله، چند احمق با نام اسلام با شعارهای جهاد و اون هم زیر نام دولت اسلامی می آیند دست به جنایت ها میزنند که هم ضد شریعت است، هم ضد اسلام هست، هم ضد منفعت های ملت و کشور ما هست، ضد بشریت هست. این را گردن ما و شما میشکند. هموطنان عزیز، ما همچون تاجیک خجالتیم، همچون مسلمان خجالتیم و همگان از این سوء استفاده میبرند. ببینید دوستان عزیز، از این حالت ها سه گروه سوء استفاده میکنند. یکی در همین خود اروپا گروه های نجات پرست راستگرا، اونهایی که ضد همه مهاجرین هستند، ضد ملت های دیگر هستند، نابسته از اون که اون یهودی است، اون مسیحی است، اون امریکایی هست، مکزیکایی هست، چینی هست، مسلمان هست، هر ندارد. نجات پرستان در تمام دنیا ضد قوم و ملت های و دین های دیگر هستند. همون طوری که نجات پرستان ما تاجیکان هم در تاجیکان یک روز میبینید که ضد عرب میتازند، یک روز ضد مغول میتازند، یک روز ضد روس میتازند، یک روز ضد اسلام و دین های دیگر میتازند. از دیگاه اونها تنها محور بشریت و تاریخ دنیا تاجیک بود و هست میمانند. این طبیعت نجات پرستی است که در اروپا هم هست، در تاجیکستان ما هم هست و همین نجات پرستی بود که آلمان را در روزهای هیتلر به چه روزها رساند. این به نفع آنها است، الکی آنها استفاده کرده ایستادند، باز مسلمان ها را گناهکار میکنند، باز تاجیکا و مهاجرها را گناهکار میکنند. گروه دوم کسانی هستند که تاجیکند و شاید برخیشان مسلمان هم هستند و حتی تاجیک هم نباشند، مثلا عربند، ایرانی هستند، افغان هستند، ترک هستند، بالاخره مسلمان زادند، اما یک کینه، یک بدبینی نسبت دین مبین اسلام دارند، یک حالا فکرهای دارند که اونها میان از این فرصت استفاده میبرند و شروع میکنند به سنگ پرتای ضد دین مبین اسلام، ضد مسلمان ها و این حالت ها برای آنها خیلی هم یک فرصت طلایی هست، بخصوص ضد حزب و حرکت های که ریشه دینی دارند، اسلامی هستند، چه در نامشان چه در برنامهشان و تمام عیب ها را از گذشته و امروزه تلاش میکنن با از روش فلسفی، علمی، ژورنالیستی بر دوش اسلام و مسلمان ها بزنند و با همین روش، با همین فرصت اون عقده و کینه ذاتی و باطنی خودشون را باز هم یک بار دیگر برای مردم بریزند و این رو هم داره مشاهده میکنیم. و گروهی سوم این دیگر همون حکومت تاجیکستان و طرفداران حکومت و اون دستگاه تبلیغاتی حکومت بخصوص فرمه جوابش است که دیگر تلاش میکنن این را به پای نهضت بچسبانند، به پای اپوزیسیون تاجیک بچسبانند. اونها در فکر آن نیستند که تاجیک شرمنده میشود، اسلام شرمنده میشود. برای آنها مهم این است که در همین شب و روز یک ضربه به مخالفین بزنند، حتی اگر این بر ضرر ملت و دولت انجام شود. و حتی میبینه وقتی که یک رسانه آلمانی میآید، به من صبح نشان دادن بچه‌ها، یک دایچه ویل وقتی که آمده است مقاله می‌نویسد درباره همین حادثه، در آنجا آشکار میگوید که در این کار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست ندارد و میگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برنامه ضد تروریستی و ضد افراطگرایی در بین مهاجرین در اروپا دارد و ما این رو واقعا هم داریم و عملی هم کرده ایستادیم و اروپایی هم این رو میدونن. و به من همین خبر رو همون روزی که این حادثه شد، دوستان آلمانی هم، کارشناسان، خبرنگاران و گروه های اکادمیکی به من رسوندن. من از رسانه هنوز فرصتی خواندن نکرده بودم. به من گفتن که متاسفانه موحدین این کار شده است، ولی شما نگران نباشید، میدونیم که علیه شما یک هجوم خواهد شد، اما
هم حکومت آلمان و هم اروپا بر این باور هستند که شما در این کار دست ندارید، شما را خوب میشناسند، اما آماده باشید که از این استفاده خواهد شد. اما ببینید دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندیستی حکومت چیکار میکنند؟ می آید دایچه وله و همون گروه های اروپایی را که منطقانه رفتار میکنن، عادلانه رفتار میکنن، اونها را مورد هجوم قرار میدهد و میگوید که شما این تاجیکا رو نمیشناسید، شما حزب نهضت رو نمیشناسید، شما از اینها پول میگیرید. یعنی ببینید تا این درجه بی‌شرمی هست که آلمانی ها را متهم میکنن با آنکه از ما از اپوزیسیون پول میگیرن برای آنکه به نفع ما چیز بنویسن، در صورتی که همین آلمان در اولین روز کرونا ویروس با حکومت تاجیکستان 1 میلیون یورو داد. حکومتی که با شما 1 میلیون یورو با همین حکومت تاجیکستان میدهد، چگونه باز از اپوزیسیون مهاجر و به پول تاجیک برای یک مقاله پول میگرفته است؟ کنی منطق شما، کنی عدالت شما، کنی انصاف شما. اما وقتی که این گونه حالت ها میشد، متاسفانه دیگر نه جای برای منطق است و عدالت است و نه جای برای ملت است. بنابراین دوستان عزیز، واقعا ما مشاهده میکنیم که از این فرصت دیگران استفاده بردن. پس چی باید کرد؟ من دعوتم از همه هموطنان بخصوص از مهاجرین این است: شما بیاید فریب این گروه ها را نخورید. این گروه ها من میدونم در دست من نوارهای ویدیویی هست، مرا تکفیر میکنن، مرا مرتد میگن، مرا از دین خارج شده میگن، حزب نهضت رو همین گونه میگن. تمام کسانی که در مسیر اسلامی ناب محمدی معتدل هستند اینها را کافر میدانند، اینها را مرتد میدانند و تنها خودشان را مسلمان واقعی میدانند و کسانی که نمود ظاهری آنها را ندارند اینها را دور از سنت میدانند. من از جوانان تاجیک، از مسلمانان، از مهاجرین خواهش میکنم که فریب این گروه ها را نخورید و اینها با کلمه های زیبا، با آیات های قرآنی، با احادیث شریف نبوی مغزشویی میکنن، عقل شما را میدزدن، دین شما را میدزدن و نتیجهش همین میشود که وقتی که اینها دست به یک جنایت میزنند دیگر آلمانی ها، اروپایی ها فرق بین ما و اینها نخواهند گذاشت و همه ما میسوزیم در اینجا. بنابراین من از همه مهاجرین تاجیک خواهش میکنم که از این گروه ها هر چیز زودتر فاصله بگیرن و فریب آنها رو نخورن، بروند سراغ، من نمیگم سراغ حزب نهضت و علمایی که به ما نزدیک هستند، نه، در جهان اسلام ده ها صدها سازمان ها علمای هستند که واقعا هم در مبنای یا در اون چارچوبی فقه معتدل اسلامی سنت واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتار میکنند، از اونها بیاموزند و از این گروه های افراطگرا دور شوند و مسلمان ها را تکفیر نکنند، خود را در گناه و در معصیت وارد نکنند، چون خوب میدانید که تکفیر یک مسلمان خودش کفر است. چرا ما مسلمان ها تکفیر نمی کنیم، منتظر میمونیم تا لحظه آخر که اون کفر بواح را با زبان صریح اون طرف خودش بیان کند؟ اما میبینیم که یک نفر با چی آسانی میاد یک مسلمان را کافر اعلام میکند، بدون خونش را حلال میداند، ناموس را حلال میداند و ترس ندارد که فردا پیش پروردگار به این جنایت خود چی جواب خواهد گفت. و من شما را مطمئن میگردانم دوستان عزیز هموطنان که نهضت اسلامی تاجیکستان از اون رویش و از اون موقع معتدل خودش بیرون نرفته است و نخواهد رفت. ما از این طرف افراطگراهای دینی هم ضربه میخوریم، از افراطگراهای دنیوی هم ضربه میخوریم، اما به هیچ وجه موقع خود را تغییر نخواهیم داد. انشالله باوری دارم که پیروزی با این اسلام معتدل هست. منظورم پیروزی در صحنه نبرد ایدئولوژی. بعضی از باز کج‌فهم‌ها فکر نکنن که باز بگن که منظور از پیروزی گفته رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان باز هم پیروزی حزب نهضت در سیاست این است. نه، منظور من در این نبرد ایدئولوژی پیروزی به اسلام واقعی هست که در مبنای قرآن و سنت هست و شناخت درست. بنابراین همین فعالیت خود را ادامه بدهید، اما همیشه آماده باشیم که این گونه حالتهای تأسف‌بار حتما رو خواهد داد و خودمان را آماده کنیم به این روزها و فاصله بگیریم از این گروه های افراطگرا. خب یک نفر دیگر سوال داده است که
خب چرا خاموشین؟ با نام رمضان سلیموف، جناب کبیری چرا خاموشین؟ به مردم تاجیک امر نمیکنید تا در نزد قصر پرزیدنت جمع آیند در پیش پاساس روسیه تا فرزنداشون برگردانده شود. ما از گرسنگی اینجا تلف میابیم. اول به الله، دوم به شما باوری سخت داریم. باوری ما را از دست ندید. دوستی عزیزم رمضان، تشکر برای باوریتان و ما هم تلاش خود را میکنیم که این باوری شما و رضای پروردگار از دست ندهیم. اما من پیشتر هم گفتم که من حق ندارم که مردم را امر کنم که تا در نزد قصر پرزیدنت یا سفارت یا جای دیگر جمع شوند. اگر ما گفتم که اون روز که رسید، شاید اگر من ببینم که اون روز فرا رسیده است، بعد مشورت با آگاهان، با نخبگان، با دیگر فرزندان ملت، همونطور که پروردگار در آیه کریمه میگوید که استعیذ بالله و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. اگر مشورت کردیم که در این امر که اون روز فرا رسیده است و تصمیم گرفتیم، ما امر نمیکنیم، ما موقع خود را بیان میکنیم و از ملت خواهش میکنیم که ما را همراهی کنند. اما تا اون روز شما دوستان عزیز آماده باشید، منتظر باشید و ما هم تلاش میکنیم که این باوری شما از دست ندهیم. اما در مسئله آن که فرزندان تلف میشوند در مهاجرت و باید آنها برگردانده شوند، این دیگر ربط به اون روز قیام ندارد. این ربط به اون دارد که ما از حکومت تاجیکستان، از رحمانوف طلب کنیم که بیاید نسبت ملت تاجیک همون کار را کند که میرزیایف نسبت شهروندان ازبکستان کرده ایستاده است، پوتین نسبت روسا کرده ایستاده است، مرکل نسبت آلمان ها کرده ایستاده است. فرزندان ملت را اونهایی که میخواهند به وطنشون برگرداند. در رو برای فرزندان ملت نبنده است. این جنایت است، این بی‌ناموسی است. ما الان از حکومت رحمانوف باید این را طلب کنیم. اگر شما آماده هستید که پیش سفارت بروید گرد همایی کنید، بله بکنید، فردا بکنید. من از شما این را خواهش میکنم، این حق طبیعی شما هست. اما نه برای حالا، نه با اون قیامی که منظور است، برای آن که شما این حق را دارید. شما 10-15 سال شد، 20 سال شد این حکومت رو، این سفارت رو میخورانید. امروز این حکومت در وطن رو برای شما بسته است. برای چی؟ فکر میکنند که شما مریض هستید. اگر شما کرونا ویروس دارید که الکی این در تاجیکستان به این هم هست، هیچ گپ ندارد. از فرودگاه شما را بگیرن، از فرودگاه دوشنبه راست برن به ورزاب، به خرنگان، به بهارستان، در هر کجایی که فرودگاه هست. اگر خوجند فرود آمدید، مستقیما گروه تیبی شما را برد به بهارستان، در دوشنبه فرود آمدید به ورزاب، جاهای دیگر، در اون جا و در بیمارستانایی که حکومت میگه آماده کردیم، شما تبابت شوید. شما این را طلب کنید، ما با شما موافق هستیم و در این کار شما را همراهی خواهیم کرد و از حکومت هم طلب میکنیم که این طلب مردم را هر چه زودتر انجام بدهد. خب یک نفر سوال داده است با نام زرینه رحمت و من میبینم که سوالش خیلی طولانی هست، حالا نمیدانم، به هر صورت میخوانم. گفته است مثلا رفتار شما به مثل یک کودکی است که از پدر و مادر خود رنجیده خانه را ترک میکند، اما روز بیمار میشود، اوچه میگوید، ددجان میگوید، اما در نزدش نیستند. این همان گونه است. زندگی پستی و بلندی های زیاد دارد، طاقت و صبر کردن لازم. شما از وطن برآمده رفتید. این راهی خلاصی نبود، این راهی خطا بود، چون که در خانه جنگ و خرخشه ها میشود، اکد میزند، اپد جنگت میکند، ددت تسمه شپت میکند، نیکم دوست میدارند تا، چون که فرزندشونی خون جگرشونی. از غمخواری زیاد میکنند، از خواطر میکنند، نه از بدی. پس از شما همچون یک دختر خواهش میکنم از برای خدا به وطن برگردید. این کینه و رغبت رو مانید به خاطر فرزندان خود، تا فردا به سری بلند از مردانگی و جسارت پدرشان افتخار کنند. پیشوای ملت همیشه دستی مهر و محبت دارند، شما را با آغوش دوستانه قبول میکنند. تنها شما باید درک کنید فرزندی تاجیک باید در خانه خود باشد، نه در کاشانه عیش و عشرت فریبکاران. خب خواهر گرامی زرینه رحمت و حالا من از این نامه شما تخمین میکنم که یک مادر تاجیک یا یک خواهر تاجیک هستید که بسیار قلبی پاک و صمیمی دارید و ولی همزمان خیلی ساده هم هستید و شما فکر میکنید که یک پیشوای ملت مهربان و مشفق هست، یک
مثل من برای یک کبیری یا محیدین کبیری فرزندی همین خاندان هست که حالا رنجش کرده است، از همین خاندان از برادر خود خارج رفته است و حالا اگر برگردم فردا با گفت شما این پیشوای ملت و همیشه دست و مهربان دست و مهر و محبت دارد، ما را با آغوش پیشواز خواهد گرفت و حرفای دیگر زده. این یک تصور بسیار صمیمی ولی ساده لوحانه شما هست. اگر این پیشوای مهربان شما آغوش گرمی داشت برای قبول فرزنداش، همون زید سعید فروکی باور کرد به این برگشت، او را با آغوش گرم میکشید و حداقل زندانی نمیکرد. زید هم در بیرون بود، با او گفتند که برگرد اثبات کن که تو گناهی نداری و زید هم باور کرد. اگرچه ما گفتیم که بر نگرد، زید باور کرد به گپی مثل شما ساده ها و مثل دیگر کسان و به همون وعده و وعاد پیشوای مهربان شما و امروز جاش در زندان هست. خواهر عزیز، اینقدر مسئله رو ساده نبینید. من نه از کسی رنجش دارم، نه از کسی خفه هستم. من یک سیاستمدار هستم که در داخل کشور بودم، همین حرفا رو میزدم. مالکیت هم را سال 2013 گرفتن، نبرآمدم، گفتن که دست بکش از این مبارزه، دست نکشیدم. بالاخره به خارج کشور آمدن، به من پرونده جنایی باز کردن و دیگر نمیتوانستم به داخل کشور بروم، برای آنکه اگر میرفتم از تقدیر زید تکرار میشد و منم به همون حالت گرفتار میشدم. شما این نصیحت هایی که به من کرده اید، همین نصیحت ها را به پیشوای ملتتون کنید، منظورم به پیشوای خودتون کنید که خب چرا این کارها را میکنید، چرا زید را زندانی کردید، چرا دلیر شریف را زندانی کردید، چرا محمد روزی اسکندروف و سید عمر حسینی و بزرگ مهر و محمد علی حیدر را زندانی کردید. اینها آزاد شوند، تنها من نه خواهر عزیز زرینه بانو، همه ملت تاجیک مهاجر میروند. ما در اینجا در عیش و عشرت نیستیم، بله شرایط ما خوب است، آزادی داریم، بهترین زندگی را داریم، اما وطن است. ما میخواهیم برگردیم به وطن، اما به وطنی که در اونجا آزادی هست، عدالت هست و سربلندانه برگردیم و انشالله هم برمیگردیم و با شما هم در اونجا ما حتما ملاقات خواهیم کرد. خب حالا ثبت هست، ثبت داریم. خب دوستان گرامی، هموطنان عزیز، من عذر می‌پرسم از یکایک که شما که در این لحظه قطع شده است صحبت آنلاین ما. صحبت آنلاین دیگر آنلاین است، این ثبت نیست که منتشر شود و این آمادگی باشد، اینترنت است بالاخره و ما هم در این استودیوی مرکزی در دیگر کشور اروپایی هست و این حالت با وجود میاد. من حالا نمیدونم در کجا قطع شد، اما من به این خواهر عزیزم اسمش یادم رفت، مثل که زرینه بانو بود،
گفتم که انشالله ما با وطن برمیگردیم با سری بلند و حتما با شما ملاقات خواهیم کرد. بعد اون وقت صمیمانه صحبت میکنیم که آیا شناختی ما از واقعیت ها و از این پیشوایتون درست بوده است یا اینکه شناخت شما. حالا ادامه بدیم به سوال های دیگر. یک نفر از کاربران با نام مراد عبدالله پرسیده است که سلام علیکم استاد، در باره پیشگیری این جنایت ها ملت رو به قیام دعوت کردید. سوالم چنین است: در صورت قیام نمودن ملت آیا از جانب خواجگان خارجی پرزیدنت به ملت آسیبی نمی رسد و یا اگر به طور دیگر گویم خارجی ها به این قیام مانع نمی شوند؟ دوستی عزیزم مراد، باید مشخصتر صحبت کنیم. من هنوز به قیام دعوت نکردم. من گفتم که برای این قیام ملی آماده باشیم و قدم به قدم این قیام را نزدیک کنیم، چون جز از اعتراض و قیام دیگر این حکومت هیچ راهی را برای ملت نگذاشت. اما اگر اون روز که فرا رسید ما دیگر یک ملت هستیم. اگر ما همیشه در فکر خارجیان باشیم که خارجیان چی میگن چی رفتار میکنن، هیچگاه به استقلالیت واقعی به عدالت نخواهیم رسید. برای بعضی کشورهای خارجی در منطقه ما هستند، در دور و نزدیکی، اونها میخواهند که امام رحمان با خانوادهش سالهای دیگر، شاید که 10 سالها 100 سالها تاجیکستان رو حاکمیت کنند و فایده اونها هم هست. ذخیره ملت رو میکشن، هرچی از رحمان بخواهند میگیرن و ملت مقاومت کردن نمیتواند، آزادی ندارد، استقلالیت ندارد. یک ملت دستنگر و قشاق و کمبغل چخیله که هست مهاجر باقی خواهد ماند. اما ما وقتی که با اون رسیدیم دیگر برای ما اهمیت نخواهد داشت که کشورهای خارجی چی فکر میکنن. اما باید این نکته رو هم بگم که پیمان ملی تاجیکستان و همه کسانی که مسئولیت این ملت را به دوش خواهند گرفت در آینده، از حالا باید همسایه کشورها، جامعه جهانی را مطمئن بسازد که منفیت‌های آنها ضرر نخواهد دید، به شرطی که اون منفیت‌ها بر خلاف منفیت‌های ملت و دولت ما نباشد. البته در هر کجایی که منفیت ملی ما، منفیت دولتی ما هست، اون اولویت خواهد داشت. ما اول در فکر منفیت ملت و دولت خودمون هستیم. اما در جایی که بتوانیم هم منفیت دولت و ملت را حفظ کنیم و هم منفیت همسایگان را و کشورهای دیگر را، چرا ما بیایم بر ضد دیگر کشورها رفتار کنیم؟ نه، ما اونها رو مطمئن می‌سازیم که اونها آرام باشند. برعکس از ادامه حاکمیت خانوادگی امام علی رحمان هم تاجیکستان ضرر میکند، هم منفیت‌های اونها ضرر می‌بیند. خب اینجا یک سوال آمده است که تا چه درجه فکر میکنید که ملت به گردی همایی تیار هست؟ من فکر میکنم که الان مردم ما، ملت ما به اون ساعت یا اون روز تیار نیست، اما آهسته آهسته دارد تیار میشود. وظیفه ما و شما هم این است که مردم را چشمش را باز کنیم، مردم را بفهمانیم که در کدام حالت قرار دارد و ادامه کار با این حکومت بر ضرر همه ملت انجام می شود. و اون روزه که مردم با گردی همایی تیار شد، من پیشتر هم گفتم دیگر اون ساعت دیگر فرا رسید، نه منتظر امر و دستور ما می شود نه یک کسی دیگر. خب سلام، ما به سواد و دربدر شدیم از دست لعینها، نمیخواهیم که فرزندان ما رنگ ما شوند. چی باید کرد که از این وضع برآییم؟ دوستی عزیز، من خواهش میکنم دیگر کلمه لعین را استفاده نبریم. بهترش بگیم که از دست این جنایتکاران و از دست این خائنان ملی همون طوری که هستند. اما بله، نه تنها شما ملت صد دربدر شد، ما بیشتر از 2 میلیون مهاجر مهنتی داریم که امروز در چه شرایطی به سر میبرند. یک قسم دیگر گریزشو در اروپا و در همه جای دنیا. و چه باید کرد از این وضع برایم؟ اونچه که من پیشتر گفتم، آگاهی بیشتر داشته باشیم، معرفتی بیشتر داشته باشیم و خودمون رو تیار کنیم برای یک قیام یا اعتراض ملی که از اون قیام نه فرصت طلبان استفاده برن، نه گروه های استفاده برن که وضعیت رو بکشونن به سمت خشونت و حالا یک سوریه و لیبی دیگر تاجیکستان رو تبدیل بدهند، بلکه یک قیام، یک اعتراض بسیار هم با مدنیت، با فرهنگ و خیلی هم جدی
که دیگر حکومت کار کردن نتواند که علیه مردم نیرو استفاده ببرد، سلاح استفاده ببرد و ملت رو به خاک و خون بکشد. خب حالا نمیدونم که وقت ما چقدر هست. یک نفر با نام عبدالله با سوال داده است که اگر رحمانوف پیشنهاد صلح کند جواب شما چیست؟ دوستی عزیزم، بیاید واقع‌بینانه رفتار کنیم. دیگر این مسئله اگر و مگر ندارد. نه رحمانوف پیشنهاد صلح میکند و نه ما آماده هستیم که با رحمانوف در همین شرایط صلح کنیم. من پیشترم چند بار پیامی که فرستادن از طریق چه آشکار و چه پنهان چندین بارها گفتیم اینها پیشنهاد صلح را کردند. ما هم شرطهای خود را گفتیم که تا آن روزی که زندانیان سیاسی ما در زندان هستند هیچ گونه گفت و شنید با هیچ کس نخواهد شد. و من گفتم که اونا گفتن کمند گفت و شنید را معین کنیم. من گفتم کمند یا تیم گفت و شنیدی ما در دوشنبه هست، در زندان‌های دوشنبه. سید عمر حسینی، محمد علی حییت و دیگر اعضایان شورای سیاسی نهضت، شما آنها را از زندان آزاد کنید. آنها تمام صلاحیت را برای گفت و شنید با شما دارند. این موقع ما هست و تا امروز تغییر نکرده است. بنابراین بیاید در اساس واقعیت ها صحبت کنیم و الان بیشتر برویم به سمت آن که دیگر مسئله پیشنهادی صلح و گفت و شنید نیست. مسئله با این گروه که غصب حاکمیت کردن، تبادلات دولتی کردن چند مراتبه، با زبان قیام، اعتراض و کاملا از قدرت بیرون کردن اینها هست. اما اگر در مسیر در هر کجایی که باید اونم به نفع دولت و ملت باشد و نخبگان ملت بیان که رفتن اینها از قدرت با راه دیگر هم امکان دارد، نه با راه قیام، با راه حالا گفت و شنید، شاید اینها بیان بگن که همون مثلا ما از قدرت می رویم، از کنار می رویم، در حالا مثلا باقیوف، اکایوف، حالا نمیدونم چندین پرزیدنتی گریزه دیگر در یک جای دنیا در همه گوشه و کنارها. این اگر ملت اجازت بدهد بعد نخبگان سیاسی تصمیم میگیرن. اگر ملت اجازه ندهد حتی این مسئله هم در میز گفت و شنید نخواهد بود. تنها رفتن از قدرت و ملت باید که تقدیر خود را به دستش بگیرد. بیاید الان در این مرحله اطراف این موضوع ها صحبت کنیم. حالا میبینم که دیگر سوال هم تمام شد و دوستان دیگر گرامی هموطنان عزیز خیلی طولانی هم صحبت کردیم. انشاءالله من در روزهای نزدیک باز صحبت‌های دیگر در موضوع اقتصادی یا در موضوع کرونا ویروس و در بحث‌های دیگری سیاسی و اجتماعی خواهم داشت و منتظر سوال و جواب‌های شما هستیم تا صحبت آینده شما را و ملت عزیز و کشور عزیز ما را به پروردگار عظیم الشأن می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.